بالاخره این بسته $7000 بعد از چند ماه از اون سر دنیا رسید دستم. بیا با هم بازش کنیم ببینیم چه خبره. خب بچه این ویدیو که خیلی واسه خودم هیجان انگیزه و پوستم کنده شد تا تونستم همه چیزایی که لازمه رو فراهم کنم. یه رفیق و مهمون ویژه هم داریم، عضو سابقه هیئت مدیره مجموعه گلیچ، سهامدار و رفیق چند ساله بنده. خب آقای امامی من تصمیم گرفتم که یه چند تا چیز بخرم، همش با هم شد یه بسته و تازه رسید دستم. یعنی چند ماه طول کشید، پوستمون کنده شد ولی بالاخره رسید دستم. و حالا میخوایم باز کنیم چه خبره، چیا گرفتیم با این $7,000. واقعا اگر خوب نباشه خوب نیست قطعا. خلاصه که آقا این بسته رو ما گذاشتیم این زیر. کلا تصمیم گرفتیم که خریدایی که کردیم به 3 دسته تقسیم کنیم. که دسته اول میشه چیزایی که برای تصویره که کمک میکنه به کیفیت تصویر کانال من. بله. خب لوازم تصویر داریم اینجا و البته آلفا ZV-1. این دوربین فول فریم، البته اگه بگی تفاوتش چیه نمیفهم. نمیدونم حتی. پیشنهاد و مشاوره رفیقمون بود. آره ZV-1 فول فریم و انگار که توی این مراسمایی که راجع به دوربین میشه سالیانه میدن، بهترین دوربین کانتنت کریئتوری و ویلاگ سال شد 2023. یه سری لوازم ما موقعی که خریدیم تازه اومده بود، الان که رسیده دیگه منسوخ شده، از نظر خارج شده. الان مثلا بری همه نوشتن آقا اینو نخرید. دقیقاً. و چه می‌دونم لنز و یه سری آتو آشغالی که کنارش لازم بود و نمیشد نخریم. و الان این دوربینا اینا آتو آشغاله. بله. الان این له شده، مثلا خود من ناراحتم از این. میشه ولی چند تا از این آشغالا رو بردارم ببرم. بیا تا باز کنیم ببینیم چه خبره. این آقای امامی بندیلک دوربین، شما اصالت لوازمو چک میکنید؟ چه قطعا فیکه. باتری داره که قطعا داره. آقا دوربین بسیار کامپکته ولی بسیار قوی و قدرتمنده و شاید باورت نشه 2200 هزینه این شد. 2200 دلار متاسفانه. البته با آف کمتر شده ولی بسیار سبک و اجازه هیولاییه که آره LCDش هم اینطوری میشه که بشکنه. فوش بفهم. این سراغ لنز. آقا لنز سیگما گرفتیم. احسن. لنز زوم گرفتیم. آقا احسان بهمون پیشنهاد دادن که توضیحات خالص و اینا رو میچینم. آیه ما از این ظرف غذاست که میبرد. آره توش دم پخته که تا رسیده. واه چیه؟ لنز. اون این روی سوار نمیشه حس میکنم. اینقدر ببین یعنی اینجوری میشه. وزن این 4 برابر اینه ولی این چه سبک و همچین هندی و خوبه. این مطمئنه همون درست خریدی؟ ببین یه چیزی، آخرین دوربینی که من خریدم و داشتم از این دوربین زرده بود که مکه رو نشون میداد و مشهد رو نشون میداد. اینجوری یه دونه میزدیم عوض 3 تا مکس بیشتر نشون نمیداد. آره مشهد رو نشون میداد. اون آرنای بود، آرنای مشهد چیز حرم. بله آره تو آرنا. و دیگه چی هست تو لنز؟ این اسمش رو نمیدونم ولی باعث میشه که نور نیافته توش. کلا نقاب داره لنزه. در بیاد تو پلاستیک این چیه اصالتش رو شما هرشو چک کنید. و این قطعا فیک. بسا اصلا متریال ساخته ببین، همین هم متریال ساخته ببین. بذار نکن. اوه سیگما. و یه سری آتو آشغال. شارژرش از قبل گرفته بودم چون تو پک شارژر نبود، فکرم تو این کشور باشه. مهم نیست. الان فهمیدم چرا میگه آتو آشغال. این مموری می‌خواست که له شده مثل اینکه. یه فن گرفتیم که با این دوربین اگه خواستیم استریم کنیم اوورهیت نشه. این از چین اومد. موقعی که گرفتیم 1 هفته 2 هفته بود ریلیز شده بود. الان تو بازار ایران هم هست. و وقتی که چین گرفتیم خبر اومد که یه کشتی پر از کانتینر تو چین قطع شده. فکر کنم همین بوده. یعنی این بسته تا اومد برسه این چند ماه طول کشید بیچاره شدیم. این یکی دلیلاشه.
چه میدونم آقا باتری اضافه گرفتیم که شاید لازم نباشه. احتمالاً آخر سر میفهمم که خیلی چیزایی که خیلی لازم نیست. کامرا کولینگ فن. خب بچه‌ها نمیدونن که یعنی کامرا کولینگ فن و دامی باتری. دامی باتری؟ آره. یعنی خیلی نه باتری رو میزنی به این و برق مستقیم دوربین میشه. اوه نفهمیدم. آقا حالا کاری نداریم، خیلی کاری نداریم، حالا کاری نداریم. باز نمیشه. این باز نمیشه. دامی باتری سنگینه مثلا. اوه اینا باتری اینا مجموعه دوربین اینا فکر کنم یه 4000 تایی شد. حالا خوردش رو خیلی عالیه. آره و میریم سراغ بخش دوم. مجموعه تصویر رو دیدیم، میریم مجموعه صدا. یه سری چیزا خریدیم که صدای کانال رو تقویت شه. صدای و دیگه از شر این مایک خلاص شد. پس بریم برای بخش دوم ویدیو. خب میریم برای بخش دوم لوازم صدا. برای اینکه بخوایم یه صدای خوبی داشته باشیم از شر این نکبت خلاص شیم لازمه که یه مایک داینامیک داشته باشیم، پایه خوب، کارت صدا، کابل XLR که مثل اینکه خب اینا قایمش کنیم خیلی بده. و البته یه دونه مایک خیلی قوی. یه مایک گشتم پیدا کردم که ورژن‌های قبلیشو مایکل جکسون باشه آهنگ میخوام. معرفی میکنم شور SM7B. هیولای مایک. فکر کردی مایک یعنی جذاب ترین آیتمی که تو کل این ویدیو و اینا خریدایی که داشتم همینه. هم کار منو خیلی راحت میکنه، هم یه هیولاییه. تو ویدیوهای قبلی چون با این درست میکردم خیلی صدا ممکن بود ضعیف و بد باشه و اگه دیدین بازم صدام بده با این بدونی مشکل از مایک نیست. مشکل از فکر میکنم که متوجه شد. خب آقا اول بریم بذار مایک عزیزو بذاریم کنار. خب قیمتش هم میگفتی آقای ابراهیم؟ ناقابل $400. تو ایران ببین الان $400 دلار الان 62 تومن. تو ایران الان دارن 30 اینا میدن. یعنی ببین چقدر خر تو خره. متاسفم که $400 آقا یکی از کارت صدا رو باز کن بریم تو. آقا کارت صدا و کستر وان تحقیق کردم نمی خوبه دیگه. حالا نمیدونم خیلی مانور نمیدیم روش. خب بازش کن. هیچی نداره. انتظار داشتم یه 7-8 تا چیز بریزه بیرون. که داشته باشیم. اینا رو نمیفهمیدم چیه. فکر کنم سوسکشه. باشه ببین که سوسکش که سوسکا میان بمیرن. خدای خیلی خفنه. این میاد کنار دستت رو میز. خاکیه مگه؟ میاد کنار دستت رو میز و گین داره، آتو گین داره و یه سری چیزهای مختلف داره و میرسیم به پایه کار. پایه داشتیم ولی گفتیم یه پایه حرفه‌ای بگیریم از برند رو و PSA1 پلاسش یه سری باگاشو برطرف کرده. یه سری نمیدونم چرا دیگه اینا گرفتم. تحقیق کردیم دیدیم که آره. و آقا بریم ببین اینو چند خریدی؟ این 130 تا بوده انگار. تو ایران این جزو محصولایی که تو ایران خیلی جرون‌تره الکی. نصفش ریخ باید یا کمک آقا یه پایه هست این و حالا میخوای همشو باز نکنیم نمیدونم چیکار باید کرد ولی چه سنگین پایه میزه دیگه. واسه مثلا به لبه میز میاد و بازو داره و ورزشکاره. بله پایه خوشگل ما سری ویدیو رو ببریم جلو و اما میرسیم به اصل کار. امیدوارم که ببین بذار یه داستانی بهت بگم. این فیکش هم تو بازار جهانی خیلی هست. اوکی خیلی هست و اینم که خریدیم هنوزم معلوم نیست که این فیکه یا اصله. یه سری نشونه‌ها داره که تو بازش نکنی متوجه نمیشی این فیکه یا اصله. خب حالا بازش میکنیم امیدواریم که اصله. این اصله فیک نباشه. و آره چاقو آیه ما چاقویی که نمیبره. آقا این چاقو نمیبره. خب اجازه بدیم بریم جلو. آقا
آقا بیا اینجوری میریم هیچی. اینا هم که یه سری آتاشخاله از برند شور. آقا این هیولای این مایکا میگه اینا یه سری آتاشخاله برند شور، این هیولای این مایکا. اینم هیچی، اینم تهش که هیچی. نه اینا رو باز این چیزه میذاریم سرش جلوگیری میکنه. چقدر برد شد. جلوگیری میکنه از پلوسیف ها، یعنی نمیگیره. آره بادگیر و این حرفا عمل میکنه. این هم که نمیدونین بندشه. و اما معرفی میکنم سکسی ترین خرید اینجا. حالا میفهم فیکه یا نه؟ واه یا بس واه اوه خیلی سنگین و خوبه. او سنگین و خوبه. هرچی سنگین تر خوبتر. او شار حاجی خیلی خفنه. ما امیدواریم که صدا اینو میخوایی تست کنی که مثلا در نمیاد. این صدا خفه کن میمونه. این با کابل XLR میشه به کارت صدا. بله این پایه میاد روی این از اینجا، این به آن به این و اما آقای امامی من نگاه کردم دیدم همیشه که تنها قرار نیست ویدیو درست کنم. بله بعد وقتا لازمه که مثلا مهمون هایی باشن که خیلی زود بیان. بله و اذیتمون نکنن ان شاء الله. پس یه دونه مایک دیگه هم خریدم. وای مایک یقه وایرلس پرو رود. این اینقدره؟ این از این مربعی هست که بله. همه ویدیو اینستا دیدی ولی پروش پرو این پرو برای پرو. اینم معلوم نیست اصله یا نه نمیدونم دیگه. یه اینا باز کنم. چرا چک نکردی؟ اصل بودنشو اینو میترسم. آره امیدوارم. من با این فکر میکنم که اون فیک به نظر مثلا نره دنبالش. فرض کن که اصله به نظر حس کردی فیکه تا درسته. خب آیا مامی چه کثافتی شد، چه شلوغ پلوغ شده این ور اون ور و هنوز پارت سوم ویدیو مونده. بله حالا فعلا اینو باز کنیم. خیلی جذاب بود، من داشتم می‌دیدم. آیا مامی آیا مامی ببین چه خبره. اوه شامل 2 تا پکه دواله. نه یه کابل. حالا این کابل رو همینجور ریختیم اینجا قاطی پاتی میکنیم کدوم مال کدوم بود. و یه دفترچه باکسش رو میزنیم کنار. یکی سبکه، اینو دوست داشتم. یکیش سبک‌تره. مثلا میگم این سنگینه. میریم سراغ باز کردنش. واو 3 تا. نه یکیش گیرنده است، 2 تاش فرستنده. بله 2 نفریه. واو شکست. یه ترانسمیتر داره در واقع یه ریسیور داره، یه منتقل کننده فرستنده منتقل کننده. آره این مثلا این وصل میشه به دوربین یا چک کنم فیک یا است. آره گازش بگیریم. 2 تا هم یقه. آقا روشن شد. خب آقا این یکی کیفه چیه؟ اون ریسیور رو فرستنده بود. این یه سری کابله مثل USB اینا. بعد سیم یقه‌ای که همش آل این وان تو این پک پروش هست و آهن‌ربای یقه‌ای و چیزهای مختلفش که آتو آشغالای مختلفش. پشمک داره در واقع، چیزه برای صدا. به نظر من خوب پول دادی. این آره پک خوبیه. میافت سر اینا تو باد و بیرون که میریم نویز اینا رو میگیره. این خوب. خب این شد مجموعه چیزایی که برای صدا گرفتیم و امیدوارم که کمک کنه تو ویدیوهای بعدی واسه کانال حرفه‌ای ترش مهمونای بهتری بیاریم. ما هم امیدواریم که و بریم. خب ما سریع اینا رو جمع جور کنیم بریم برای بخش سوم چیزایی که خریدیم. بخش سوم چیزایی که خریدیم میشه در واقع ستاپ استریم و کل دسک میز پی سی بنده. خب میرسیم به خریدای بخش سوم. دیگه عجیب ترزین نمیشه پولو بزنی به حساب گاو. بله. و میشه راجع به پی سی اینا. این میتونیم دوربینی که گرفته بودیم و
وصل کنیم با HDMI به PC و کیفیت خروجی بهتری بده برای استریم و این حرفا. اینم مال چته. استریم نمیدونم اینو چرا خریدم، خودم هنوز نفهمیدم چرا استفادهش چیه اصلا کلا اینا رو هنوز و تنها چیزی که نمیدونم چه استفاده‌ای داره و احتمالاً نیازم نمیشه رو 2 تا ازش و نمیدونم چرا آمازون 2 تا از این بهمون داده. کاش مثلا 2 تا دوربین اشتباهی کسی نمیخریده. آره احتمالاً گفته دمشون یکی بخر 2 تا ببره. حالا یکیشو باید بزنم تو دیوار بفروشین، یعنی اگه اینو دیدین منم آگهی منه. حالا اینا رو میذاریم کنار. خب آیه مامی این موس و کیبورد حالا باز میکنیم با جزئیات ببینیم چه خبره، ریزر چی کار کرده. ولی هیجان انگیزترین چیز ستاپ میزمون این هیولاه. آیه مامی استریم دک پلاس. آره اینو من شنیدم ولی نمیدونم چی کار میکنن. منم نمیدونم. قشنگه خوبه. پس اول اینو باز کنیم. آره این جذاب ترین، اون سکسی ترین اون مایکه اینجاست و این جذاب ترینشه. استریم دک باز کنیم ببینیم چه خبره. بان کاردش حاجی دوربین رو دیدی چه پکی داشت، بعد اینو ببین چه پکی داره. خدا وکیلی ازش. آره بذار این لوازم چی بود چیزش؟ مال الگاتوه. اینم الگاتوه. آره کلا از الگاتو هیچ کی از هیچی نمیخرید، من خریدم. داره همین میگم، داره همین 2 تا. حاجی این سنگینه، فکر کنم توش دفترچه و اینا باشه. آره دفترچه و سیمه. حاجی از اینجا دایلاش پیداست. اوه واک خوشگله خداییش. خیلی مشکیش هم گرفتم. حالا چه استفاده‌ای داره رو نمیدونم. احتمالاً اینا رو خودت ستاپ میتونی بکنی. آفرین. چی باشه. این یه سری کلیدای میانبره که میذاری وسط استریم، حتی تو ادیت، حتی تو گیم. همه بزنین بچه‌ها میبینن یا نه. اینجا یه LCD داره که LCD تاچ میشه، حالا تسک بارا و اینا رو جابجا کرد. دکمه داره و یه سری دایره اینجا که کلیک هم میشه کرد و اینا رو تو هر برنامه تو میتونی شخصی سازی کنی. مثلا تو برنامه ادیت پریمیر شخصی سازی میکنی که یه کارایی کنه، مثلا یه افکتی بزنه. آره وسط استریم مثلا یه کار دیگه ای کنه، مثلا اینا که بزنی لینک دونیت سریع بیاد، چه میدونم از این کارا. ولی اصلی ترین کارش میدونی چیه؟ از ایناست که میزنی میگه روی هستیم بفرمایید. خب بریم سراغ موس از ریزر باسیلیسک V3 پرو. از این موسا که خیلی تو دست خوب شفت میشه و گنده و ایناست و یه 600 تا دکمه داره که میخوای باش هیچ کاری نکنی که اونم با اونم چون میخوای بدی. من که کلا با کنترلر پلی میدم. خوبه که جان واک اینم میبری شماره. خب این که هیچی نداره. خب درش بیار موسو با اجازه رخصت های امامی. پیسی بازا من پیسی باز نیستم آجی خیلی خوبه تو دست خداییش. بذار ببینم برو بریم. یعنی اینفینیت چیز هم داره، نمیدونم دکمهش کدومه میزنی این تا آخر تاریخ میچرخه. آره و با دانگل و بلوتوث و کابل وصل میشه و از قدرت هایپر اسپید من چی؟ خداییش جذاب انصافا. آره RGB داره، اینم دانگلشه و شارژرش و این پدالش این لگت میزنه با اون میپره و خیلی موس خوبی. امیدوارم که تو ادیت به در امیدوارم که دوست داشته باشید. هم سبک البته میشه از این زیر خب میشه از این زیر وزنه بهش اضافه کرد، یعنی شخصی سازیش کرد که یکی خواست سنگین‌تر تو دستش باشه و چیزای سنگین دوست داره. این از این و بریم سراغ این کیبورد و این آخرین چیزی نیست که ما میخوایم باز کنیم. یه چیز دیگه مونده برای ستاپ استریممون که اونم باز میکنیم. این زیره. خب میریم سراغ کیبورد ریزر استاکر V2 پرو. آره اسم ما رو نگاه کن. چی برای من خریدی؟ تولدت مبارک. و بریم که بازش کنیم. خب آیا ما کار خودته. ببینیم که واو کیبورد لو پروفایله و دکمه‌هاش از این دکمه‌های
لینیره. اینو برمی‌داره این نمیدونم چیه، یه سری آتشخانه. این کابلشه دیگه، کابلشه و دانگل، مثل همین دانگله، چون جفتشون ریزرن با یه دانگل هم وصل میشن به پیسی. این از این هیچی. بگیر به جلوی دوربین. کیبورد لو پروفایل یعنی دکمه با کمترین فشار منعقد میشه، فشار میشه. آفرین. اینا RGB هم دارن. الان هم میتونستیم روشنشون کنیم. حالا کیبورد رو روشن کنیم. من الان دارم تمرکز میکنم دستم نیفته. برو ببین. بگی به جلوی دوربین. خداییش این یکی دیگه واقعا. اینتر کجاست به نظره؟ اینجا. اینتر. حاجی خیلی هم سبکه، هم با اینکه کیبورد فوله، یعنی هم دکمه های چیزا داره ولی خیلی سبک و جمع و جور و خوبه. بذار اینو برداریم، بذار این جلو. این به درد برنامه. بخوای ببرش داری ببری شرکت ها؟ نه. بخوای ببرش داری ببریش خونه. بله. آره اینم با همون تکنولوژی جدید ریزر استفاده میکنه که میشه بدون سیم، بدون با کمترین لگ و تأخیر کار رو انجام بدیم. بذار اینا نشون بدم. چیزه دانگلیه. دانگله، بلوتوثه و با کابل. با دانگلش چیزه. آره. و دکمه‌های مختلف اینجا و شخصی سازی میشه کرد این بالا رو. و آقا خیلی کیف دارم. خداییش خیلی خوشم. آره تشریف بیارین استودیو. بچه‌ها تشریف بیارین استودیو، با هم خوش میگذره. و ما میرسیم جزء آخرین و بزرگترین چیزی که خریدیم. والا همون ستاپ استریم خیلی کار منو راحت میکنه. 2 تا نور از الگاتو خریدیم. کیلایتش نمیدونم بیام تو کادر یا بزنم رو میز. آره هم اوکی. بذار اگه قرار صورت یکی بگیره صورت مهمونو بگیره. نه اوکی اصلا الان تو کادر کامل تا اینجا من دارم. آقا 2 تا کیلایت از الگاتو، باز کیلایت های ایره. این تا اومد برسه به اینجا از اون سر دنیا اینا غرق نشده چون انگاری آب بوده. این یه خورده له شدگی داره ولی امیدواریم که بازش کنیم اوکی باشه. ایشالله که اوکیه. و 2 تا کیلومتر قشنگ می‌ذاریم این ور اونور میز، پی سی جلو، حالا یه کنسول و خیلی کار راحت میکنه. بعد این با این استریم دک ست میشه. اینو دادم به این، اینو دادم به اون مشتاق قطعش. این به این استریم دک ست میشه با زدن یه دکمه روشن، دکمه اشکو رنگش عوض میشه. همه چی این تنظیم دوربین روشن، اصلا با 2 تا دکمه ستاپ میاد بالا. چش یا خب آقا تو هیچی نیست. من بذار برگردم تو کار. تخم مرغ خریده. آره یه شونه تخم مرغ بومی خریدیم، 2 تا شونه الگاتو، برنده الگاتو. حاجی پک کردن الگاتو تو همه این چیزایی که خریدیم از همه جذاب‌تره. اصلا هم رنگایی که داره. باز کن ببین این چیه؟ این یه سری آتش‌هات. ببین این 2 تا نوره دیگه، یعنی هر چی که تو این هست تو اینم هست. جمعش این سپیچ و این چیزای پایشه و فکر کنم آداپتورشه. این مهم نیست. اوف ای این چیه؟ این پایشه. خب این یکی پایشه، این لولشه. یه پیچ احتمالاً تو پکه برم زیر سفتش میکنیم و آره دیگه زیری هم همینه. واه لامپ کیلایت ایر، این پشتش فن هم داره. ببینم هسته یا نه. متریال ساخت سریعا چک کنید لطفا. فیکه این اخمی که میکنی خشونت درونه تو من خیلی دوست دارم. این میاد اینجا، این سر اینجا ست میشه. حالا با پیچ اینا ما فعلا از حوصلمون و در این موقع نمیگونجه، از حوصلمون خارجه. از حوصله این اینجا وصل میشه سر این. اون زیری هم همینه، یعنی 2 تا از این. یکی میاد اینور دوال هست. آره از اینور اینور نور میاد، یکی کیلایت یکی فیل لایت و یه ستاپ خفنی میشه دیگه تمومه. و حالا بذار ببینیم این زیریه.
این زیری هم باز دوباره همونه. آره دیگه 2 تا از این داده به ما و دوباره 2 تا از این، دوباره این از اون 2 تا آداپتور و این چیزا، دوباره یه پایه دیگه و دوباره نورش. آجی خیلی خفن و حیوان. الگاتو رو کلا خریدیم. یعنی الگاتو ناخونگیرم اگه تولید میکرد من یکی ازش خریدم این دفعه. دوالشو میخرید. آره. خلاصه حالا اصلا این شد همه چیزایی که خریده بودیم. و آقا اینجا خیلی شلوغ پلوغ شد. حالا این ور اونور پر جعبه است، یعنی ما اصلا دیگه نمیتونیم پاشیم. و حتما این ویدیو رو لایک کنید ببینید چه شلوغ پلوغ شد. و اگر تازه وارد کانالم شدی سابسکرایب کن. لایکو از ام میذارم اینور، لایکو از ام تو ادیت میذارم اینور، الکی انگشتتون زنگوله اینجا. زنگوله رو دوست داشتین بزنید و لینک حمایت مالی هم برای اولین بار گذاشتم. دوست داشتین دونیت کنید برای کانال من. درسته؟ الان لینک رو اینور میذارم. هر جا تو اشاره میکنی هیچیه اینجا. و جدا از شوخی دمت گرم که اومدی و شاکرتم. خیلی اون چیزایی که حالا گذاشتی تو جیبت از این وسایلی که برداشتیم و من کیبورد فقط برداشتم که دست در خب اون جا میشه تو جیب. آره آقا تا ویدیوهای بعدی اصلا یه ویدیو خیلی خودمونی شد نفهمیدم چی شد. حالا امیدوارم که تو ادیت بتونم درستش کنم. دم متین گرم و متین رفیقمون چه داداش. پس موزیک بره بالا برو بریم.